توی 4 سال از این ادابازی ما در نیاورده بودیم. اولین باره اومدن گفتن بیاید تو ائتلاف ما شرکت کنید و منتها یه میثاقنامه‌ای داره باید امضا کنید که اونجا میگفت اگر شما تو لیست ما نبودید باید به نفع ما برید کنار و تبلیغ ما رو هم بکنید. خب من قبول نکردم. خیلی میان جلسه ما مراجعه میکنن، کار دارن میاریمشون دفتر و اینها، بعد موقع خداحافظی میگن آقا خیلی ممنون که اجازه دادید بیایم حضوراً، ما تا حالا از این فاصله یه نماینده رو ندیده بودیم. همه قاچاقچیان مگه که بیاد اثبات کن. چجوری؟ فردا بازرس ما میاد کالا بدون شناسی یعنی قاچاق. یکی از معاون وزیر که بغل من گفت که همین آقایی که صحبت میکنه 10 قاچاقچی بازار. قندوزی رفیقشون 17 ساله منه. بعضیا میومدن پیش من میخوای واقعا سوالو بکشی به سن؟ گفتم آره اجرا نشده. من اعلام کردم پنجشنبه ها رو میذارم برای هر کی ایده‌ای برای حل مشکلات داره، پنجشنبه ها من تو دفتر میشینم بیاد به من بده. مطالبه خنثی مثل سم تو حکمرانی، یعنی فقط مطالبه، هیچ مسئولیتی پشتش نباشه. مطالبه برای مطالبه. بابا حالا چرا شکست عشقی به ما میدی؟ باشه مطالبه تو بین نیست، ما پیگیری میکنیم. مجبوره بچه، اغلب نماینده ها مجبورن پروژه های مسخره ببرن برای شهرشون. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. توی 4 سال از این ادابازی ما در نیاورده بودیم. اولین باره. حالا چون دوستان گفتن فرم اینو و اینها، خب گفتن در مورد داستان مجلس و اینها صحبت کنیم. من سال 94 اولین بار نامزد شدم در بیرجند که شهر پدری ماست و خب طبیعتا اونجا کسی ما رو نمیشناخت و خیلی هم پول نداشتیم تبلیغ کنیم. این شد که سال 98 تهران بودم و در تهران ثبت نام کردم. خدمت شما عرضم که خب عضو هیچ حزبی نیستم، خودم حزب سیاسی که ما عدالتخواه بودیم و از سال 80 تقریبا شروع کار حرفه‌ایم بود، در دانشگاه یا اندیشکده‌ای زده بودیم، از اونجا شروع کردیم و بعدم تو فضای عدالتخواهی با دوستان. سال 98 اومدن گفتن بیاید تو ائتلاف ما شرکت کنید و منتها یه میثاقنامه‌ای داره باید امضا کنید که اونجا میگفت اگر شما تو لیست ما نبودید باید به نفع ما برید کنار و تبلیغ ما رو هم بکنید. خب من قبول نکردم، گفتم من اینطوری نیستم و اگه تشخیص دادم به درد این کار ممکنه بخورم دیگه میام و تا آخر میمونم. منتها نمیدونم چی شد که سه‌شنبه شبی که آخرین هفته قبل از انتخابات بود و جمعه هم انتخابات بود، من ساعت 12 شب اومدم خونه و از جلسات و اینها، خانومم داشت با گوشی خبرگزاری فارس رو میخوند، یهو گفت که لیست نهایی در اومده و شما هم اسمت این توه. من اون دو جناحی که با هم توافق کرده بودن که لیست بدن به هر کدومشون زنگ زدم. همون شب گفتم آقا قضیه چیه؟ هر دو طرف گفتن حالا شد دیگه ولش کن، صداش در نمیاد شد دیگه. حالا یعنی انگار هر دوتا دوست نداشتن ما تو لیست بریم اسممون باشه و هر دو طرف گفتن حالا شد دیگه، حالا دیگه چیکار کنیم دیگه بالاخره. من گفتم آقا به معنای چیه؟ الان اسم من اینجا هست، یعنی مثلا من تعهدی دارم به شما؟ گفتن تو تعهد دادی؟ گفتم نه. خب دیگه خواستیم اسم تو باشه. این از کلیات حالا اون اتفاقی که ما قبل از انتخابات داشتیم و اینا. اولای نمایندگی بود. روز اول رفتم متوشویی مجلس اونور خیابون، لباسامو بدم و اینا. گفت برای کیه؟ گفتم برای خودم. گفت کی؟ گفتم ایزدخواه نماینده تهران. گفت با خودش کو؟ گفت چیکاری؟ گفتم نماینده‌ام. گفت خودش کو؟ گفتم خودم هم دیگه. گفت مگه خودت لباساتو میاری؟ گفتم نمیدونم چه جوریه، کسی دیگه باید بیاره بگید. خدمتتون عرضم که چیزی که دیدم تو مجلس به لحاظ تصویری عرض میکنم، فعلا را وارد محتوا و قوانین را نمیخوام بشیم.
تصویر اون چه که قبل از نمایندگی داشتم با اون چه که رفتم تو، یکی این که نمیدونم چرا خانه ملت به شدت از مردم دوره و در حالی کسی که نماینده مردم میشه یعنی نماینده مردم دائم تو مردم باشه دیگه، اصلا یعنی بیش از آنچه که قبلا بوده. خیلی میان جلسه ما مراجعه میکنن، کار دارن میاریمشون دفتر و اینها، بعد موقع خداحافظی میگن آقا خیلی ممنون که اجازه دادید بیایم حضوراً، ما تا حالا از این فاصله یه نماینده رو ندیده بودیم، بار اوله که در 2 متری خودمون یه نماینده رو داریم. انجمن‌های صنعتی رو من خب کمیسیون صنایع برای موضوعات صنعت دعوت میکنیم بیان تو جلسه کمیسیون بشینن بحث کنیم، آقا فولاد نمیدونم خودرو نساجی چیه. خب انجمنیه که 30 سال داره کار میکنه، تمام متخصصین این صنعت اونجا هستن، طبیعتا باید بیاد نظر بده دیگه. اینها هم میگن ما برای اولین بار داریم میایم تو پارلمان. ممنونیم که خیلی هاشون، نه همشون، بعضی هم میان میرن، ولی مثلا انجمن صنایع لبنی که 80% کارخانجات لبنی کشور اونجا هستن، میگن اولین بار دعوت شدیم. عرضم چیه؟ یه چالش اساسی این است که نماینده در متن مردم نیست، یا به یه تعبیر ظریف‌تر بخوایم بگیم زیست با مردم نمی‌کنه. حالا وزیر، معاون رئیس جمهور، اینا طبیعیه، میگیم ما آدم اجرایی ان، لازم نیست هر روز مردم ببیننشون، کاراشون رو میبینن، تصمیماتشون میاد اجرا میشه میبینن. ولی نماینده رفته چی رو نمایندگی بکنه؟ انتظار مردم و خواست مردم و مطالبات مردم و در چارچوب ارزش‌ها و قوانین. خب چرا باید اینقدر در دسترس نباشه؟ طرف از، حالا اسم نمیبرم شهرها رو، زنگ میزنه از یه شهر دوری، میگه که من جوابشو میدم، میگم چیه موضوع؟ میگه آقا خودتی؟ نماینده تهرانی؟ گفتم آره. آقا ممنون که تلفن من جواب دادی. آقا من مدیون شما واقعا. چی شده مگه؟ میگه من 6 ماه دارم به نماینده خودم زنگ میزنم، به دفترش جواب ما رو نمیدن. شما هم تلفن من جواب میدی، من اصلا هیچ کاری دیگه الان ندارم. همین که تلفن من جواب دادی، من احساس میکنم که اگر این دیوار قلعه مجلس که بعد حمله داعش هم میدونید دیگه دیوار قطور امنیتی هم کشیدن، حالا اون که لازم بود کار نداریم، ولی مشکلات راه حلاش در این چارچوب ساختمون بهارستان حل نمیشه. توی مردم، به دست مردم، راه حلش توسط مردم، با همراهی مردم. مردم از کمبود نمینالن، نمیان بگن ما اینقدر چیز نداریم. مردم وقتی ببینن دیده نمیشن، مسئولین راه خودشونو دارن میرن، مسئله‌ای که حل میکنن مسئله اینا نیست. کسری بودجه بله مسئله مهمیه، یه چالش اساسیه، اما واقعا مسئله مردم الان حل کسری بودجه نیست. ما کسری بودجه باید حل کنیم، اما از مسیر حل مسئله مردم، این هنره. اتحادیه لوازم یدکی خودرو تماس گرفتن، نمیشناختمشون، اصلا لوازم یدکی خودرو نبودم تو بازارش. اومدن گفتن که ما فقط در تهران 10,000 فروشنده لوازم یدکی داریم و یه اتحادیه در تهران و بیش از 100 اتحادیه در شهرهای دیگه، یک همچین جامعه متکثری. گفتم مسئله چیه؟ گفتن که معاون وزیر سمت یه بخشنامه ابلاغ کرده برای مبارزه با قاچاق کالا، اما داره تر و خشکو با هم میسوزونه. یعنی گفته آقا همه قاچاقچیان مگه که بیاد اثبات کن. چجوری؟ 2 هفته بهتون وقت میدیم، میاد تو این سامانه کالاهاتون رو شناسه دار میکنید، فردا بازرس ما میاد کالا بدون شناسه یعنی قاچاق.
بعد مثلا یه نفری که 40 سال فروشنده است تو بازار همین خیابون ملت و خوشنامه، رفتن دیدن یک گیربکس پیکان گوشه انبارشه مال 15 سال 20 سال پیش و این شناسه نداره. شناسه هم که میخواد بگیره باید بگه اینو من از کجا آوردم، یا واردات کردم این فیش وارداتش، یا خریدم از داخل از کارخونه داخلی اینم فاکتورش. طرف گفته آقا 20 سال پیش من گیربکس پیکان من میدونم از کی خریدم، افتاده به گوشه انبار. آقا قاچاق. من اینا رو صدا زدم. یه جلسه فرعی، جلسه اصلی کمیسیون میدونید دیگه 2 جلسه در هفته داریم، 23 نفر نمایندگان کمیسیون میشن. مسائل جلسه فرعی هر ساعتی از روز هر روزی از هفته میشه برگزار کرد. یه جلسه گذاشتم، اتحادیه رو خواستم، اتاق اصناف، سازمان بازرسی و 2 تا معاونای رئیس وزیر سمت که مربوط به این موضوع بودن. گفتم آقا بفرمایید نماینده اتحادیه مسئله تو بگو. معاون وزیر دفاع کن، سازمان بازرسی نظر بده. بعد رئیس اتحادیه داشت صحبت میکرد، این یکم معاون وزیر که بغل من بود گفت که همین آقایی که صحبت میکنه 10 قاچاقچی بازاره. گفتم آقای مهندس ایشون الان به عنوان نماینده اتحادیه داره صحبت میکنه، شخصش قاچاقچیه، ببر فردا دستی بندش بزن ببر اعدامش کن. اینجا به عنوان نماینده این نهاد داره حرفشو میزنه. اگه این حرف منطقی است جواب بده، اگه منطقی نیست بگذاریم. ما تو اون جلسه بحث کردیم و گاهی به نفع اتحادیه گاهی به نفع دولت تصمیم گیری شد. بالاخره یه جا این حرف درست بود یه جا اون حرف درست بود، آقا توافق شد که این بخشنامه بره اصلاح بشه. اتحادیه هم گفت که ما هم همکاری میکنیم در اجرا، خودمون هم تسریع میکنیم اجرا رو، ولی این بندها اینها دست پای ما رو میبنده، اینا رو چیز کنید تغییرش بدید و توافق شد. رفتن نه قانونی گذاشتیم. قانون که یه قانون میخوای بذاری 1 سال چقدر طول میکشه پروسش. بعد قانون رو قانون انباشت قانون، بعد این قانون این همه قانون چیکار کنیم؟ نه موج گرفتیم، یعنی تحقیق و تفحص نظارت به معنای موجگیری، بریم مثلا وزیر رو بکوبیم گوشه دیوار آقا فلان. تو جلسه هم همه حرفاشون رو زدن، کسی نمون که بگه آقا من حرفم، همه حرفاشو شنیدیم. من به یک نقش سوم دوستان رسیدم برای نمایندگی. میگن تقنین نظارت، من میگم نه، یه نقش سومی هم داره به نام میانجیگری. مجلس تنها نهادی است که مقبول مردم و جامعه در تمام آحاد است، فارغ از اینکه کی الان تو مجلسه، اصولگرای، اصلاح طلب، عدالتخواه چیه. نهاد مجلس در جامعه جا افتاده است. مجلس میره یه جا یه موضوعی رو دست میذاره، کسی نمیگه آقا شما چه ربطه، شما. هیچ نهاد دیگه اینطور نیست. چه کسی که رأی داده چه کسی که رأی نداده میان مراجعه میکنن، مسئلهشون رو میخوان پیگیری کنن. نمیگن آقا چون ما رأی ندادیم دیگه تا 4 سال دیگه با مجلس قهریم. نه خیر، میان پیگیری میکنن مسئلهشون رو. این نهاد یه کارکرد نهادی داره، بهش میگیم میانجیگری. یعنی این نهاد جایی است که اگر همه رو صدا بزنه میان و میشینن دور یه میز و بحث میکنن و مباحثه میکنن و به تصمیم میرسن، به همرسانی. نقش نماینده میتونه این باشه، بدونه که بخواد هی تا مشکلی دیدید فرد بریم یه قانون اضافه کنیم تو قانونا. 12,000 ماده و تبصره، 2 برابر فرانسه ما ماده و تبصره داریم. فرانسه هم جمعیتیم، از ما هم قدمت قانونگذاریش خیلی بیشتر. چرا این همه ماده و تبصره؟ حالا چند درصد اجرا میشه؟ بودجه 30%، برنامه‌های توسعه 33-4%. اجرای واقعی اسمن ممکنه خیلی هاش اجرا بشه اما به اثر به هدف نمیرسه. یعنی بحث من اینه اگر رابطه مجلس و مردم رو ما بازمهندسی بکنیم، تغییر بدیم، این نباشه که اخشار بیان جلو در مجلس خیابان مجاهدین یه جایی داره محل تجمع دیگه برن اونجا تجمع کنن، دائم اعتراض،
یا بیان پیامکی به نماینده های هم مثلا تو یه روز 10,000 تا که ما مطالبه داریم. اگر رابطه نهادی مجلس و مردم اصلاح بشه و براش یک ساختاری چیده بشه، یه روشی چیده بشه، خیلی از مشکلات حل میشه بدون که نیاز به قانون یا مچگیری و خشونت و پیگیری و دعوا و اینا داشته باشه. ما چون مشکلمون تو مجلس تو کشور این نیست که مسئله رو نمیشناسیم یا برای مسئله تدبیری نکردیم. دوستان من یه چیزی که فهمیدم تو مجلس این بود، هر مسئله‌ای که ورود میکردم میدیدم یه عقبه قانونی داره. یه بار وسط فصل بررسی بودجه بود، سر قصه بنگاهداری بانک ها یه پیشنهادی گذاشته بودم، نوبت من شد مطرح کنم، داشتم صحبت میکردم، یکی از نمایندگان قدیمی تر که دوره سوم چهارم شه بدو اومد پیش من گفت قانون داریم برای موضوع قانون داریم. گفتم چی؟ گفت اینا ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید. من ندیده بودم تو اون لحظه. گفتم خب که اجرا نشده؟ گفت آره شما برو اجرا نشدنشو، ولی لازم نیست قانون جدید بذاریم دوباره. من همونجا منصرف شدم از طرح بحث، همون روز سوال از وزیر اقتصاد رو ثبت کردم چرا این قانون اجرا نشد، چرا ماده 16 و 17 درست اجرا نشد. 5-6 ماه طول کشید تا سوال اومد تو ذهنم مطرح شد. خود وزیر آقای خاندوزی بعداً از من تشکر کرد، گفت این که شما به عنوان سوال گرفتی و وایستادی و خاندوزی رفیق 16-17 ساله منه. هی بعضیا می اومدن پیش من میخوای واقعا سوالو بکشی به سن؟ گفتم آره اجرا نشده. آقای خاندوزی هیچ وقت از من نخواست مطرح نکن، حق قانونی تو مطرح کن. بعد از اینکه ما مطرح کردیم ایشون گفت الان دست من پرتر شد، چون فردا که میرم سراغ بانک ها که چرا بنگاهداریتون رو تعطیل نمی‌کنید، میتونم بگم آقا مجلس حساس شده و الان سوال کرده فردا استیضاح میکنه، باید انجام بشه. و چند ماه هم بعد اومد گفت بابت سوالی که فلانی چند ماه پیش از ما کرد تا امروز ما 55,000 میلیارد تومان بنگاهداری بانک ها رو مصادره کردیم به نفع مردم. چی؟ کاری که یعنی چی؟ بنگاهداری بانک ها بنگاهداری کردن کار منه؟ نرمش قهرمانانه کردی. خدمتتون که مراجعه کنیم به مردم راه حل هست. دایی پیرمردی داشتم به رحمت خدا رفت چند ماه پیش، 85 سالش، روستا میشست و شهر و بیرجند، ما یک وقتی مثلا تعطیلات میدیدنش. بعد به من گفت دایی جان چه کاریه شما هر سال حقوقا رو هم افزایش میدید، نرخا رو هم بالا میبرید. نه نرخا رو بالا ببرید نه حقوقا رو افزایش بدید، حقوقا رو هم ثابت نگه دارید، نرخا رو هم ثابت نگه دارید. هم گرون میکنید هم بعد افزایش حقوق هم میدید. خب چرا؟ گفتم دایی جان شما فهمیدیم ما نفهمیدیم، باور کن مسئله همینه. ما گاهی هم پیازه رو میخوریم، به وفور دیدم دوستان، به وفور دیدم توی فضای حکمرانی که ما داریم هم پیازه رو میخوریم هم کتکه رو میخوریم. چرا؟ چون مردم در معادلات حکمرانی ما هستن، اما به عنوان تماشاچی و مصرف کننده، نه به عنوان عاملیت. عاملیت رو به مردم ندادیم. من اتحادیه رو صدا زدم، اومده بودم بگو چیکار کنیم؟ بالاخره قاچاق کالا هست؟ میگه آره هست. قبول داری باید انجام ریشه کنش کنیم؟ میگه آره قبول دارم. میگه ولی بذارید منم باشم تو این بازی و بگم به شما کد بدم چجوری. شما میای تر و خشکو داری با هم میسوزونی. من از سر بازار یارو قاچاقچیه میاد، هممون میفهمیم این قاچاقچی است. تو به من اعتماد کن، بگو اتحادیه 1 سال بهت وقت میدم، الان 3 میلیارد دلار قاچاق سالانه لوازم یدکیه، این باید بشه سال بعد 2 میلیارد دلار، سال بعد 1 میلیارد دلار، سال بعدم 0. به تو اعتماد میکنم، میسپارم دست خودت. اگه نشد اتحادیه ابطال، اصلا پروانه تو ابطال، مثلا تو رو از حیز انتفاع میندازم و اون وقت دیگه با ابزار با چکش میافتم تو بازار،
جای اعتراضم نیست. اعتماد بکن اگه نشد. من تجربه عملی داشتم، الان نمیتونم بازش کنم مفصله. سال 88 89 بیکار بودم تقریبا. تو شرکت ملی پتروشیمی میپلکیدیم، حالا اسم خودمون گذاشتیم مشاور، ولی میپلکیدیم. بیکار بودیم. یه مدیر خوبی اونجا بود که الانم معاون وزیر سمت، گفت آقا بیا یه کاری بکنیم، این همه حالا مشاوره دادی رو کاغذ، استراتژی نوشتی، حالا که چی، بیا یک عملی. گفتم آقا من دنبالشم، اتفاقا منتظر بودم تو هم بخوای. گفت چیکار کنیم؟ گفتم صنایع پایین دست پتروشیمی 10-20 هزار واحد صنعتی خوراک از پتروشیمی میاد، میره تو بورس کالا توزیع میشه، اینا شبکه مورگی ندارن و میرن از تو بازار سیاه میخرن. چه کاری؟ خب ما اینا رو بیاریم تو همین بازار بورس کالا، مستقیم مواد اولیه به تولید کننده واقعی برسه. چیکار کن؟ گفتم که من اینا رو جمع میکنم. جمعشون کردیم 30-40 تا انجمن و اتحادیه و چی یه اتحادیه کشوری ازشون زدیم. اتحادیه کشوری رو البته با دستاندازهای متعددی که بود اجازه دادیم این تعاونی‌هاشون برن تو بورس کالا خرید بکنن، اونم 5% اجازه ورود بهشون دادیم که خورده خودشون هم تو این بازار مکاره پیدا کنن. کار ندارم، بعد 1-2 سال پیگیری اینا توانستن توی بورس کالا به عنوان یک بازیکن جدی برای کی؟ برای تولید کننده واقعی. 12 تعاونی تامین نیاز بود شروع کرده بودن، الان شدن بیش از 40 تا. یعنی استان‌هایی هم که تعاونی نداشت رفتن زدن. من یه نفر بودم، هیچ سمتی هم سال 88 نداشتم، هیچ سمت جدی به درد بخوری نداشتم. با همین تعاونی هایی که بعضی از اینا از زیر سنگ پیدا کردیم، یعنی اطلاعاتش نبود، تو گوشه کنج این کشوهای کارشناسان وزارت نفت یکی کشیدیم بیرون، بعضیش دست‌نویس، تلفن‌ها عوض شده بود، زنگ می‌زدیم آقا این دفتر اتحادیه 20 سال پیش از اینجا رفته، این شماره نیست فلان. یکی اینا رو پیدا کردیم. یه نفرم از اینا که تهران بود، تعاونی تهران بود، اون میزبانی کرد با خرج خودش. گفت آقا من خرج رو میدم تا زمانی که اتحادیه شکل بگیره. هیچ رانتی هم از هیچ کی نگرفتیم، هیچ رانتی. فقط طرحو نوشتیم، بردیم به رئیس جمهور سال 88 89 دادیم. ایشون ارجاع داد به 5-6 تا وزارتخونه مربوطه، گفت برید، من فقط ارجاع دادم دیگه، باید خودتون اثبات کن. من تک تک این وزارتخونه رو بردم با همراه این بچهای تعاونی تامین نیاز رفت. یکی مثلا معاون وزیر اقتصاد اون زمان میگفت شما میگی تعاونی ها بیان تو بورس کالا، این که انحصاره. گفتم یا تعاونی رو نمیفهمی یا انحصار رو نمیفهمی. تعاونیه، همه با هم، همه توشن، همه این واحدها تو این تعاونی هستن. تو به این یک امتیازی بدی رانتی نیست، داری به همه میدی. هر کم بیرونه میگه آقا برو عضو تعاونی شو، من اونجا بهت اختیارات بدم. این رانت نیست اسمش. کار نداریم. میخوام بگم یعنی با یه اتفاق اینطوری اینها تونستن دلال ها رو دور بزنن. چند تا دلال تو اون مدت ورشکست کردن، چون دیگه نمیتونستن بیان تو بورس کالا یه جا خرید کنن بعد ببرن تو بازار سیاه 2 برابر قیمت بفروشن به بیچاره. خودشون میومدن تو بورس. پتروشیمی بزرگ که جواب وزیر رو به زور میدادن به ما زنگ میزدن آقا بیاید با هم همکاری کنیم، حالا که شما یه خریدار بزرگ شدید خب بیاید با هم صحبت کنیم. اگر قدرت بدیم به مردم، اگه میدان بدیم به مردم بدونی که پول خرج کنیم، اصلا من موافقی نیستم دولت هی پول خرج کنه برای رفع مشکلات. اصلا مسئله پول نیست، واقعا مسئله پول نیست دوستان. سوال کسری بودجه داریم، بعد سرمایه سرگردان داریم، این نامعادله رو برید حل کن. از این ور میگیم 400-500 همت کسری بودجه داریم. همت میدونید چه؟ واحد پول مجلسی هست دیگه. شما واحد پولتون ریاله، مال ما همته. زیر همت صحبت نمی کنیم. آره 500 همت میگه کسری بودجه داری. بعد نقدینگی روزانه چقدره؟ روزانه داره رکورد میزنه. چرا این پولا سرگردان چجوریه قصهش؟ چرا این نقدینگی نیومده کیک اقتصاد رو بزرگ بکنه و از محل بزرگ شدن کیک اقتصاد منابع دولت هم افزایش پیدا کنه، مالیات بیشتری گیرش بیاد، عوارض بیشتری گیرش بیاد، مشکل دولت هم حل بشه؟ کار ندارم. عرض من تمام. میخوام عرض بکنم که مجلس ابتدا به ساکن لازم نیست شما نابغه باشی، لازم نیست شما علامه دهر باشی. من اعلام کردم 5 شنبه ها رو میذارم برای هر کی ایده داره.
هر کی اصلا فارغ از جایگاهش، هر کی ایده‌ای برای حل مشکلات داره، پنجشنبه من تو دفتر میشینم بیاد به من بده. گاهی تا 15 مراجعه در یک روز داشتم، یا تیم یا فرد. یه پزشک اومد، پزشک عمومی، گفتم آقا من پزشکی مسئله‌ام نیست، تخصصی ندارم. گفت نه من رو مالیات کار کردم، 7 سال رو مالیات. گفتم مالیات؟ آره بیکار بودم کنار پزشکیم تو مطب مالیات مطالعه کردم، دنیا رو مطالعه کردم. یه چیزم داشت، یه سر یک مالیات انگار یه سال بدجور حالش گرفته شده بود، این دفعه دنبال یه جزوه 100 صفحه گذاشت جلو من، گفت این مطالعات منه در مالیات. یکم ورق زدم دیدم حرفاش بیراه نیست، جالبه. نمیدونم برای معماری اسلامی یکی اومده بود، نمیدونم برای ایمپلنت یکی اومد گفت من ایمپلنت میتونم با 500,000 تومان تولید بکنم، کاراشو کردم فلان اینا. تا موضوعات پیچیده دیگه، مسئله مکران و سواحل مکران که یک اصلا فرصت خفته عظیمی است اونجا. بعد گفتم ببین من یه نماینده، اما یه نفر، الان این مجلس که حالا 290 نماینده، 13 کمیسیون تخصصی، بازوهاش مثل مرکز پژوهش‌ها، مثل اولا چرا یه دونه مرکز پژوهش ما داریم؟ ما میتونیم یه مرکز پژوهش‌ها بزنیم، میتونیم یه دونه مرکز انجمن‌های اقتصادی و تشکل‌ها بزنیم، میتونیم یه دونه مرکز اقشار بزنیم. اقشار مطالبه دارن، اینجوری نیست که بیان پشت در مجلس آقا حقوق ما رو افزایش بدید، ما فردا صبح بگیم دیگه ناچاریم فشار اومده نه. یک مرکز اتاق فکر میذاریم، از خودشون بازنشسته‌هاشون اینا بیان مسئله کشورم ببینن، مطالبه خودشون هم ببینن، ارجاعشون میدیم به اون مرکز تخصصیش. میگیم آقا همسانسازی بازنشسته هاست، بسم الله اینجا اندیشکده داره، نشستن دارن بررسی میکنن، بشین راه حل پیدا کنین، حقوق فلانه پیدا کن، بیمه است. و اونها از مسئله رو خودشون هم دخیل باشن. و الا مطالبه خنثی مثل سم تو حکمرانی، یعنی فقط مطالبه، هیچ مسئولیتی پشتش نباشه، مطالبه برای مطالبه. آقا مطالبات رو جواب بدید. خب مگه یه قشره؟ مگه دو قشره؟ به این بدم به اون ندم، بی‌عدالتیه. هر کی زورش بیش، هر کی صداش بلندتر، به اون اول بدم. این که یعنی چی؟ فردا پوپولیسم دیگه، هر کی میاد فشار میاره آقا روزی 500 تا پیامک به نماینده بدید. برای کنکور اومده بودن پیامک 3 روز بچه‌ها دیوونمون کردن، من دارم خودکشی میکنم، عکس قرصارم فرستاده بود، ببین 3 تا از این ورقا تا الان خوردم، خون من پای شماست، تصمیم باید بگیرید دیگه، من دارم خودکشی میکنم. اون یکی من دارم طلاق میگیرم، اون یکی من فلان. که باید کنکور معدل در کنکور نمیدونم تاثیرش این شود اون شود. حالا جالبه مجلس رفت تصویب کرد، شورای رد کرد، چون این قصه دست شورای عالی انقلاب فرهنگی است، ما اصلا نباید ورود می‌کردیم، ولی دیگه چون اومدن و فشار آوردن و مطالبه، یه نفر از اون دانش آموزای توییتری تشکر برای ما نفرستاد که ممنونیم تصویب کردید. معلوم بود یا فیک بود یا نمیدونم. آقا این همه مثلا مطالبه روزانه دقیقه‌ای، بعضیا زنگ می‌زدن، گفتم چه حوصله‌ای دارید، به همه نماینده‌ها دارید زنگ می‌زنید. زنگ می‌زد صداش مثل این آقا من دیگه دارم میمیرم دیگه، با اومدم با آخرین صحبت رو با شما بکنم فلان. بابا حالا چرا شکست عشقی به ما میدی؟ باشه مطالبت رو بنویس ما پیگیری میکنیم، کار ندارم. وقت من تمامه. حرفای زیادی داریم توی قصه که چجور میشه مجلس رو از این ایزوله بودن و فضای انتزاعی در آورد، با مردم، با اقشار، با تشکل‌ها، با نهادهای مردمی وصلش کرد. مسئله رو بدیم خود مردم. امام 2 ماه از انقلاب گذشته، آقای دلگرم الان زنده است، میگه من به همراه آیت الله مدنی میرفتیم دفتر امام در قم، خونه امام، ملاقات‌های روزانه مردمی ما اونجا بودیم. می اومدن گروه از شهرها، بعد از دیگه تبریک پیروزی انقلاب یهو میگفتن آقا وضع شهر ما اینه اونه عدد رقم، مدرسه نداریم، بهداشت نداریم، جاده نداریم، گلایه پشت گلایه. امام یک کلمه میگفت شما جوانها آماده شوید برای سازندگی.
فرمانش را خواهم داد، بروید آماده شوید. همون 2 ماه بعد تشکیل جهاد سازندگی. و میگه همین جوانهایی که معترض بودن، گلای من شدن پیشتازان جهاد سازندگی و مردم رو آوردن تو صحنه و کار حاکمیتی کردن. ما گاهی میگیم برای مردم، مثلا میریم تو روستا توالت میسازیم. یک گروه جهادی دیدم جنوب کرمان تو منطقه صعب العبور. گفتم که چند سال اینجایید؟ گفت 15-20 سال ما اینجاییم. گفتم سال اول چیکار میکردیم؟ گفت سرویس بهداشتی میساختیم. گفتم الان چیکار میکنیم؟ سرویس بهداشتی میسازیم. گفتم که اگه شما، بعد همونجا من تو روستا بودم، دیدم جوونای تنومند روستا زیر سایه دارن سیگار میکشن. این جوون جهادی 50 کیلویی با یه کلنگی که از خودش سنگین تر بود داشت زمین سخت اونجا رو که منطقه کوهستانی داشت میکن که جا توالت بزنه. اینا همونجا سیگارشو میکشیدن. بیچاره طفلی جهادی. گفتم شما اگه 20 سال پیش اینجا می اومدید همین جوونا رو جمع میکردید، یک شرکت مهندسی ساخت سرویس های بهداشتی تأسیس میکردید، الان اینا تو صحرای سینا 10,000 سرویس بهداشتی پروژه گرفته بودن. تو این 20 سال انقدر توانمند میشدن، تو مناطق محروم کشورهای دیگه هم میرفتن پروژه برمی داشتن. بعد تو این زمین رو داری میکنی، یکیشون اومد گفت آقا اینجا سنگلاخه، اینجا نکن، برو اونور بکن، اینجا 1 متر دیگه به سنگ بستر میخوری، نمیتونی. گفتم اینا هم خاک رو میشناسن، هم منطقه رو میشناسن. از همه این حرفا بگذاریم. اصلا مگه مسئله اولشون اینه؟ این مسئله اولش اینه که این سالها قرنها داشتن تو همین بیابون رفع حاجت میکردن، کیفش هم میکردن. شما میرفتی این منطقه محصولشون رو، من همونجا برای من تحقیقات خودم رفته بودم سالها پیش، گفتم مسئله‌تون چیه؟ اونا گفتن مسئله اولمون اینه، اینجا حنای طبیعی داریم، بعد دلال به ثمن بخس. اون زمان من پرسیدم دلال چند از شما میخره؟ گفت کیلویی عددا اگه اشتباه نکنم 2,000 تومان. همون موقع از دوستان در بازار تهران پرسیدم کیلو چنده؟ گفتن 30-40 هزار تومان. همون حنا. گفتیم آقا شما کاری کنید که این ساختار مسخره دلالی حذف بشه و این بیچاره بتونه حناشو، حالا نمیگیم 30 تومن، 15 تومن برسونه به بازار، 10 تومن برسونه، 5 برابر میشه درآمدش. اون وقت بگو بیا اینجا سرویس فرنگی هم بساز، خودش با پول خودش میسازه. اگر مراجعه کنیم به مردم، اگر دست مردم باز کنیم، اگر عاملیت مردم برای ما مهم باشه، قبل از اینکه دولت بخواد منابع خودش رو برای حل مسئله به میدون بیاره، مردم آماده کردن مسئله رو و آماده حلش شدن. فقط دولت فضا میده، اختیارات میده و موانع رو برمیداره. بله هر جا موانع اداری مسخره داریم، بوروکراسی فلج کننده داریم، اینا رو آزاد کنید، بذارید مردم مشکلشون حل بشه. اون وقت خواهیم دید که واقعا مشکلات، این که رهبری میگن شعار نیست، میگه مشکلات یک شب قابل حله، به شرطی که کار دست مردم، به شرطی که نمیدونم به تولید بچسبیم، به شرطی که این دلالی هم دیگه امسال گفتم یعنی یه محصول 10 دست باید بچرخه تا بیاد بازار مصرف. اینا قابل حل. مجلس ابتدا به ساکن باید خودش رو بشکنه، نماینده باید به جای این که ببین از اونور کج کار کردی هم داریم. این نماینده برای که خودش رو اثبات کنه، بالاخره میگن 4 سال نماینده شهر ما بودی چیکار کردی؟ مجبوره بچه‌ها. اغلب نماینده ها مجبورن پروژه های مسخره ببرن برای شهرشون، فرودگاه ببرن برای شهری که تا مرکز استان 2 ساعت و نیم راهه، اتوبان های کشور رو رصد کنید، یهو 6 بانده است، یهو میرسه به شهر بعدی میشه جاده شوسه روستایی. چرا اتوبان اینجوری شد؟ اینجا نماینده خوبی داشته، اتوبان 6 بانده براش کشیده، اون شهر بعدی نمایندهش ضعیف بوده، اونم گفته تا مرز شهرستان من میکشم، بقیه‌اش که مسئله من نیست، به من چیزهایی که واقعا جوک شده تو این کشور. پتروشیمی بردیم تو منطقه کوهستانی سردسیر، گلخانه بردیم تو منطقه‌ای که باید کلی هزینه بدیم اونجا گرم. چرا؟ چون نماینده باید کاری میکرده برای منطقه، چیکار کنه؟ مجبوره یه چیزی باید میکنده. حالا زورش رسیده به وزیر نفت یه پتروشیمی کنده، زورش رسیده به وزیر راه یه تیکه اتوبان کنده، زورش رسیده به نمیدونم وزیر بهداشت یه MRI برده برای شهرش.
و برای که بگه ما کار کردیم مجبوره ها که آقا نکنم فردا میگن این چه نماینده ضعیف و غیره. بعد اون وقت استاندار، فرماندار، شهردار، بخشدار، دهیار چیکارن؟ بعد همه اینا بخوابن، یه دونه نماینده میذاریم کارا رو انجام بده. بعد نماینده مجبور اینا رو عوض بکنه، دخالت کنه تو انتصابات اینا برای که کاراش پیش بره دیگه. ببینه مثلا مدیر کشاورزی هم استان کار نمیکنه، اون چیزی که این میخواد اجازه رفته گرفته از وزیر کشاورزی آورده، دامپزشکی منطقه گیر میده میگه من اینو انجام نمیدم. مسئولیت داره، میگه آقا وزیر، میگه وزیر فردا عوض میشه میره، من اینجا باید جواب بازرسی و استان رو بدم، تو هم نماینده، پس فردا عوض میشی میری، من اینجا میخوام کار کنم، فردا میاد خیر منو میشه از بازرسی، میگه غلط کردی، غیر قانونی کار کردی. بعد این میگه حالا اینجوریه، پس من تو رو برمی‌دارم یه مدیری میذارم که تا گفتم فلان چشم. بگه چشم هر چی شما بگی. بعد مدیر ضعیف باید بذاره دیگه، مدیری که کارشناسی بلد نباشه، مدیری که هر چی این بگه چشم و تمام. همین پروسه سریال فساد شروع میشه و ناکارآمدی میره. چون مرزم تمام.